سلام، بیاین از تمرین‌های دفاع و ضد حمله در روز 54م شطرنج دولینگو انجام بدیم. وزیر رو ببینید کجا هست. این رخ بی دفاع رو میزنیم و مات. در اینجا وزیر کیش داده، وزیر سیاه. یک رفع کیش انجام میدیم، با وزیر کیش میده. وزیر بی دفاع هست، مهره بی دفاع رو سریع میزنیم. در اینجا پیاده ها بلوکه شدند، با شاه باید حرکت کنیم. شاه رو نزدیک پیاده خودی نگه میداریم که سیاه نتونه اون رو بزنه. حالا دونه بدونه ارزهای باز برای حرکت شاه سیاه رو هم میبندیم. یک حرکت دیگه ببینیم. اسب سیاه کیش داده و چنگال هم گرفته، میخواد رخ رو بزنه. با پیاده اسب رو میزنیم، رخ رو زد و حالا با فیل رخ رو میزنیم. یک مثال دیگه میخوایم ببینیم. خب وزیر کیش داده بوده و با رخ رفع کیش کرده و الان وزیر هیچ دفاعی هم نداره. با رخ سریع این وزیر بی دفاع رو میزنیم. فیل کیش میده، فیل رو میزنیم و حالا این رخ رو هم میزنیم. در اینجا این رخ بی دفاع رو میزنیم و باید از پیاده‌مون مراقبت کنیم که شاه نتونه پیاده ما رو بزنه.